سلام و عرض ادب. شجاعت شفایی هستم، با یه آموزش جدید در خدمتتون هستم. به تازگی موسیقی های لوفایی خیلی تو بورس هست و شما ممکنه صداهایی توی این موزیکا میشنوید که توی حالا VST ها و سمپل هایی که دارید نتونین به راحتی پیداشون کنید. البته هست توی مثلا یه سری از VST ها مثل آمنسفر هست، توی نکسوس هست، ولی خب من میخوام ساخت خود این صداها رو بهتون آموزش بدم. همونجور که میبینید اینجا ما صدای پیانو داریم از نرم افزار ایزد کیز، پیانوی گرندش. من باش یه ریف زدم. خب اینو میخوام ببرم تبدیلش کنم به تم لوفای. یه اکولایزر کیوتیری باز میکنم، یه لوکات ایجاد میکنم، تا حوالی تقریبا 200. های کاتو هم ایجاد میکنم تا حوالی 2000، یه جوری که تقریبا یه صدای قدیمی و تلفنی بده. بعد از اون میرم سراغ کمپرسور وایت 2A که همون LA2A هست از کمپانی معروف IK مولتی مدیا. تقریبا یه کمپرس شدید اعمال میکنم روش. اقربه رو میبینید گین ریداکشن تا 6 داره درگیر میشه، هم یه گرمای آنالوگ میگیره و کمپرس هم داره پیک ها رو کنترل میکنه. خب بعد از اون از کمپانی یام آدیو لوفای، اینجا ببینید توی مدولیشن لوفای، اینو انتخاب میکنم. این حالت موج نوار مغناطیسی رو ایجاد میکنه روی صدای پیانو ما و یه دیتیونینگ با حال قدیمی میگیره. من خودم اینو خیلی دوست دارم، صدای جذابی داره. آرتوریا هم اگه اشتباه نکنم یه تیپ خیلی جذاب داشت که برای لوفای من استفاده میکنم و نیازمند به یه ریورب روم سایز کوچیک هستم مثل بیگ اسکای. اینجا روی حالت روم انتخاب کردم. درصد میکسش رو میبرم بالا که اون حالت اگزاجره ریورب که قدیما استفاده میکردن توی این صدا هم داشته باشم و حالا دیکیش هم گوش میکنم. زیاد فکر نمی کنم نیاز داشته باشم دیکی بلندی بگیرم. پری دیلی هم که تأخیریه که از صدای اصلی و ریورب ایجاد میشه بر حسب میلی ثانیه و یه مقدار پری دیلی میدم بین مثلا 40 تا 60 میلی ثانیه. خب میریم مقایسه کنیم با صدای اصلی. قشنگ یه صدای ساختیم منحصر به فرد، خودمون این صدا رو ساختیم و این میشه که توی کاراتون وقتی تولید میکنین تنظیم کننده های دیگه میگردن که اون صدا رو پیدا کنن، ولی این یه صداییه که خودتون ساختین. حالا میتونیم دستکاریش هم بکنیم، یه خورده رنگ و لعاب بهش بدیم.
خب امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه و بتونین توی کار زیباتون ازش استفاده کنید. خدا نگهدار.